سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستین حالتون خوب باشه. این قفس رو به عشق خودتون برای این پرنده ها، عروس هلندی ها و مرغ عشق درست کردیم. دوستان یه خواهشی که ازتون دارم، هر کی پرنده خونگی، حیوان خونگی داره، خواهشاً مثل بچه های خودتون ازشون مراقبت کنید. یعنی جوری که با بچه های خودتون رفتار میکنین، با پرنده ها، حیوانات خونگی هم همینطوری رفتار رو برخورد کنیم. خیلی تاثیر گذاره اخلاق و رفتارتون روی این پرنده ها. لایک و سابسکرایب یادتون نره. به خاطر این عشقا همه لایک کنیم. مرسی. اینم که لیمو، عشق بابا، جگر جون بابا. بکوبید لایک و سابسکرایب و به عشق بچه ها. ممنون از همگی.